فال گرفتن چه حکمی دارد؟ فال گرفتن از نظر شرعی حرام هست و جز گناهان کبیره هست. گناه فال گرفتن مساوی هست با گناه شراب خوردن. این حرف شاید برای بعضی سنگین باشه، اما در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه آمده که گناه فال گرفتن در صورتی که شما به فال گرفتن یعنی باور نداشته باشید. این تفاوت داره این دو قضیه. یک فردی میرود پیش یک فالگیری، دعانویسی یا نمیدونم انسان غیبگویی، کاهنی، و از اون یک فالی رو میگیره، از اون سوال میکنه که چی میشود، مثلا میپرسه سوالی رو بدون این که باور بکند. در این صورت ولو این که باور نکرده گناهش برابر هست با گناه شراب خوردن. یعنی مجازاتی که برای گناه شراب خوردن اومده که هر کسی شراب بخورد تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود، دقیقا همین مورد برای کسی آمده که از یک فالگیری سوال بکند، فال بگیرد ولو اینکه قبولش نکند و باور نداشته باشد. اما در صورتی که نزد فالگیر برود و باور داشته باشد، ایمان داشته باشد به این فالگیر و از اون سوال بکند و قبول بکند، باور بکند که بله این فالگیر و این مولا و دعانویس و غیبگو از آینده خبر دارد، در این زمینه این گناهش کفره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اگر کسی نزد کاهن و غیبگو و فالگیری برود، از اون سوال بکند و حرفش را باور بکند، فقد کفر بما انزل علی محمد، بر قرآنی، به قرآنی که بر پیامبر نازل شده کفر کرده. اما اگر کسی بدون باور همینجوری مثلا از روی شوخی و از روی نمیدونم حالا ببینم که این فالگیر مثلا چی میگوید برود سوال بکند، حداقل گناهش مساوی با شراب خوردن هست. فال گرفتن چه